главный инженер находится вон. В Строй? телекоме. Там стройка? Да. А он же главный инженер, он не строитель. А вот он тоже туда и ходит. Работает, да, там? Да, Строит он? да. А как его фамилия? Я не знаю, как его фамилия. Вот. Он отвечает на все это таксофон городской, да? Если какой-то вопросы. Городской я не знаю, кто ответит. А он в каком сфере работает? Он по связи, но я не знаю, таксофон у него. Короче, он главный. Ну да. Там нет его имя, фамилии? Старый, а он только свежий, еще не, я не знаю. А он сколько месяцев уже работает? Где-то месяца 3. Ага, вот поэтому его фамилию вы не знаете. Олим, да? Я можно спросить? Пожалуйста. Спасибо вам. خب ما برای جستجوی که اولیم سر مهندسی توجیک تلکوم که چیزی که خرابوس چهاربوس روبر شدن سرمایه مهندس این بینه پارلمان و این بینه پشت قبلی که تازه از نو ساخته شده است گفتن که در ماشین بالا کار کرده است ما بالا میشیم تو اینکه این سر متخصص یا استاد من نمیدونم بیایم خلاص و سوالمون جواب بگیریم شاید جواب ما دستمون نیست شاید دست همون است خب به هر حال ما بالا میشیم ما اطلاع گرفتیم که اهل دین است اکا سلام علیکم شما رو به اعضا یافتیم اکا سلام بشین شما خوبین اکا جان من دلیر ممالی ژورنالیست و میخوام با چند سوالم جواب بگیرم در بینای مرکزی نیافتن از اون مسئول راهبر گفتن که همه در ساختمان است واسه اومدم که بعد سوالم جواب بگیرم برم اکا کی جواب میده سوال من با اجازه کی هست توی میتونین اون پایان من دونم زدنیا همینه آها هم داره من عطوف الهامدین عطوف الهامدین چند وقت شده انجینر شده گست و موینی رئیس موینی رئیس این همه بچه‌ای که کار میکنن با لباسای رسمی نیستن لباسای کره اینو کیان با فکرتون کارگرای همین سویکان کارگرای استرویکا و لباس نباید داشته باشن ها گفتن که کارگرای تاجیک تلکام اومده کار میکنن دروغه اکا اوه لباسای کاری نداره هیچ کس اکا اما لباسای ملکی کتی است نفره که جواب میده عطوف الهامدین گفته نه اکا ها اکا مسئله تکسافون تلفن دار سلامت باشین خب ما در موضوع پیگیری تکسافون با یک موضوع دیگر هم روبرو شدیم اینم با لباسای ملکی کار کردن شمار زیادی آدم‌ها در بینای تاجیک تلکام که واقعا عجیب است چرا اینا لباسای رسمی کدام یک شرکت ندارن مثلا برادرم میگه با لباس ملکی تقریبا همینجا با لباس ملکی است میریم پیش آقای الهامدین که به سوال اساسی ما جواب بگیریم برادر بخشش من دلیر ممالی روزنامه‌نگار میخوام یک معلومات بگیرم که شما استادهای کدام شرکتی ساختمانی نام شرکت رو نمیتونم بگم که کدام شرکت است شما استادهای ساختمانیشن که در این بنا کار کردین این راست است که کارمندای تاجیک تلکام برای ساختمان بیناهای علاقه میارن و با لباسای ملکی کار میکنن شبانه روز این راست است نمیگن چیزه خب خاموشی خب عجیبش این است که همه اشونه ها را ما بالا میشیم بعد میبینیم که اطلاعی گرفتمون از کراولی تاجیک تلکام خطاب بوده است که عالم نه اهل دین گفتن داده به ما بعد اهل دین هم یافتیم اهل دین گفت نه الهامدین عطوف است بریم برای یافتن اکای الهامدین عطوف معاون همین خدمات که شاید به سوال ما جواب بدن چرا تکسافونا کار نمیکنن و سوال دوم هم همین که این همه مردمی که با لباس ملکی در این بنا هم کی هستن عجیب میریم خب اینم مجلسگاه تلکام و ما اکای الهام گفتیم عطوف در مجلسگاه هم هستن میگن که کجای هست که بعد از نیمه روز خیلی تاریک است بخشش در انتظار الهامدین عطوف میستیم از عالم به اهل دین رسیدیم از اهل دین به الهام و ما اومدیم به شعبه عمومی تاجیک تلکام بله معلش من شما را کامera نمیکنم ولی خب اکای الهامدین میگن در مجلس حکومت است
مجلس قرماش رو من دیدم. دیدین ولی نمیدونن که خود گفتن که مجلس حکومت گفتن که مجلس میرم لیک من نمیدونم. خب شما این سوال رو میفهمید. گفتم اکا الهامیدین هر کجا که باشن لطفا خواهش میکنم با ما در تماس شین، زیرا من رقم تلفنتون رو از یگان نمود کارگراتون نمیوام که به اون سوالام جواب بگیرم. همگی دو سوال دارم که در ویدیوهای قبلی الکی شما دیدین. انتظار میشیم. دوباره وقتی آدم شده و میاد کاملا میکنه ولی اجازه نمی‌ده. من شما را کامera نکردم. من خودم کامera کردم و با سوالام جواب دادم. شما که گفتن که من کامera نکردم. اگر خود گفتن که اجازه است اجازه است. شعبه عمومی کامera میکنه باید اجازه بسازه. از کی اجازه پرسم؟ موین هست. نیست من نیفتم اگه موین تونه. برای چند جا من ده همون الهامیدین در کارش موین کار میکنه. برای کشیدن برو اومدن وقتی ساعت. خب رفتم پیش موین تون برای من خودم اسیم میکنم. شما را میکنم. من خودم شناس کردم که من ژورنالیست برای من فلان کس لازم اپ جان. شما گفتید که من سیام کنم من شما را سیام نکردم. واسه رسمی پوشیدن برو اومدن. کجا رفتم؟ الکی سه جا شد برای ما مجلس گفتن اینجا در زال. دادن جونو کس راهبران کجای خواهم میبرن من داچو نمیتونم. خود گفتن نه گفتن که از شما رقم تلفن یافتم میشم از شما فقط رقم تلفن میپرسن. من رقم تلفن میپرسم. من که موین همین جبه منم. نه گفتن که شعبه عمومی رقم دارد به همین خاطر بخشش. کجا بنوشته شده است که ممکن نیست که معاون سردار خدمات علاقه را سیام کنم. نه من شما که صحبت کردم گفتم که من شما را نمیگیرم فقط میگم که من خودم آمدم اینجا که جواب بگیرم از سوال هم با اجازه. در کجاش هست که من ثبت نکنم باید؟ خب من که اومدم تا اینجا یعنی از این میبرم که آخرا نتونم با باوری نیست. سلامت باشین. خب ما با جستجوی اکای الهام اهل‌دین یا عالم اومدیم ولی گفتن که دلیر معاون تاجیک تلکام هست و برای ما این معلومات معاون راهبری خدمات علاقه دادن و حالا میریم برای جستجوی همنام ما دلیر که بیاد امشب به سوال ما جواب داد که تاکسافون و این مردمی که با لباس ملکی ساختمان میکنن. انتظار میشیم. سلامت باشین. ما این خط درگیر شدیم دیگر که از عالم با اهل‌دین و با الهام و با همه رفتیم و رفتیم عبدالرحمن زاده معاون سردار خدمات علاقه که با دو سوالمون یک بار جواب بگیرم که تاکسافون ها چرا کار نمیکنن. دومش این همه مردمی که در این بینو با لباس ملکی کار میکنن اینو کی هستن میخوایم فهمیم و گفتن که معاون دیگر با نام دلیر رقمش دادن که 3 تا 6 آخرش و منم چند بار زنگ زدم از خط علاقه بیرون است. ما انتظار میشیم که این ویدیو را این جناب دلیر یا الهامیدین عطاف یا هر مسئول دیگری که هست ببیند و به ما جواب دهد. به همین دو سوالمون تمام خیلی ساده. پیگیر موضوع ما باشین در تیک تاک، در اینستاگرام، در یوتیوب و در فیسبوک. نسبت کرونا زنده باد، صلح و آرامش در روی دنیا. دلیر ممالی بودم. پدرود.